مقصد از آمدن ما طلب دیدار است، ورنه این نان و نمک در همه جا بسیار است. عمر اگر خوش گذرد زندگی خیزر کم است، ورنه خوش گذرد نیمی نفس بسیار است. سلام، وقت همگی بخیر باشد. آمدیم به منطقه یا محله چینایی جاکارتا، پایتخت اندونزی. این محله به نام گلودوک یاد میشه و در قسمت غربی جاکارتا می باشد. محله گلودوک نزدیک شهر قدیمی جاکارتا است، جاکارتا کوتاتوا، و این محله چاینا تاون هست و مکان عالی هست و مکانی هست که با اکثریت چینی. فعلا هم حال هوای سال نو چین هست و سال نو چینی در جاکارتا و اندونزی تجلیل می شود و مغازه ها و کنار خیابان ها پر است از رنگ قرمز و فانوس های رنگی در اینجا وجود داره، گل های رنگارنگ و زیبا و قشنگ. مردمانی از دو سرزمین، از دو فرهنگ، مردم اندونزیایی و مردم چینایی در اینجا هست و این باعث شده که مکان و این محله یک محله دلچسب و یک محله پر جنب و جوش تبدیل شود. و فانوس های سرخ رنگی که در اینجا وجود داره و همگی مصروف هستند به خرید و یا فروش این لوازم. یک مکان عالی هست و در کنار خیابان ها هم مردمانی اند که لوازم خوراکی میفروشند و شیرینیجاتی که اینجا وجود داره و همچنین دکان هایی که در اطراف وجود داره و فروش ادویجات چینی هم میپردازند. و در این قسمت دکان هایی است مخصوص فروش لباس های سنتی، لباس هایی که با رنگ آمیزی قشنگ مزین شده، رنگ هایی که با کار گرفته شده زرد هست، آبی و همچنین سرخ که نمایندگی فرهنگ غنی چینایی هست. این محله یک محله سنتی و قدیمی هست، از سالهای 1700 میلادی تبدیل شده به سکونتگاه و محل تجاری و بازرگانی برای جامعه چینی در اندونزی. دکان هایی که اینجا وجود داره از میوه فروشی گرفته تا غذاهایی که اینجا به فروش میرسه و همچنین دکان هایی که مربوط میشه به فروش ادویجات. میوه فروشی های خاص اینجا موجود است، میوه فروشی هست و شیرینی باب فروشی هست. همه چی در اینجا به طور زیبا و عالی می باشد. غذاهای مشهور این منطقه گلودوک عبارتند از می گورینگ، باکسو و از این قبیل غذاهای مشهور. می گورینگ یا همون نودل سرخ شده هست و باکسو هم یک نوع غذای خاصی مربوط به این منطقه می باشد. و این غذاها در اطراف جاده ها نیز به فروش می رسد به قیمت مناسب و ارزان و گردشگرانی که در اینجا میان، گردشگران خارجی و هم داخلی، میتونن به قیمت مناسب از این غذاها خریداری بکنن.